عشق ابدی، برنامه‌ای که این روزا یکی از پربیننده ترین برنامه‌های شو فارسی شده و درست بعد از وایرال شدن برنامه‌ای مثل بلایند دیت از یک شو فیک دیگه به اسم عشق ابدی رونمایی شد. حالا زمزمه از این قراره که آیا این برنامه یک شو واقعیه یا یه برنامه برای ترویج روابط آبدوخیاری؟ با من همراه باشین. اگه یادتون باشه روزای اولی که بلایند دیت رونمایی شد درست مثل این برنامه ترکید و مخاطبای زیادی رو برای خودش رقم زد. اما بعد از یه مدت شروع شد زمزمه هایی که میگفتن این برنامه ها سناریویی از قبل چیده شده دارن و هیچ کدوم واقعی نیستن و در واقع به نوعی گول زدن و جذب مخاطبه. و بعد از اون نمونه های زیادی از این برنامه با سناریوهای دور از واقعیت دیدیم که فقط توی فضای مجازی سر صدا کردن و برای شرکت کننده ها فالوور جمع کردن. حالا موضوع اصلی اینه که آیا عشق ابدی هم ممکنه یه چیز از قبل چیده شده باشه و در واقع ما یک فیلم رو داریم نگاه میکنیم، نه یک شو واقعی. این روزا یکی از بیشترین حرفایی که توی فضای مجازی زده میشه رو شدن روابط قبلی بازیکنای عشق ابدی قبل از برنامه بوده و این موضوع به این زمزمه ها بیشتر جهت میده. از رو شدن روابط ماهرخ و شاهین بگیرین تا نگار و فرشاد. وقتی که اخبار این که زیر یکی از عکسای اینستاگرام نگار که مال قبلا بوده کامنت فرشاد دیده شده پخش شد، همه جا پر از این شد که این دو نفر از قبل همو میشناختن و اون کامنت مال تایمی بود که حتی ضبط عشق ابدی هم شروع نشده بود و مال ماه‌ها قبل بود. وقتی این خبر پخش شد نگار به سرعت اون کامنت رو از زیر پستش حذف کرد و یه جورایی نشون داد که نمیخوان آشنا بودنشون قبل برنامه لو بره. و این یکی از نشونه هایی بود که این برنامه میتونه یه سناریوی از قبل تعیین شده باشه، همون جوری که بعد یه مدت مشخص شد بیشتر برنامه‌های بلایند دیت فقط برای توجه مردم و دیده شدن سناریوی از قبل مشخص شده داشتن و هیچی واقعی نبود. و الان که عشق ابدی محبوب شده این سوال برای همه پیش میاد که نکنه این هم یکی از همون برنامه‌های فیک باشه. توی این برنامه تنها کسایی که از اول مشخص کردن همو میشناسن ماهرخ و علی بودن و احتمالاً این هم یه چیز ساختگی بوده تا اعتماد مخاطب رو جلب کنن که اینا اگه همو بشناسن پس میگن. و حتی همین دو نفر هم بین حرفاشون تناقض زیادی وجود داشت، چون ماهرخ اولی که اومد گفت من علی تا حالا همو ندیدیم چون من استانبول بودم و علی آنتالیا، ولی علی بارها تو حرفاش گفت ما دوستای صمیمی هم بودیم. نظر شما چیه؟ به نظرتون میتونه آشنایی این دو نفرم یه سناریوی ساختگی باشه؟ ماهرخ توی یکی از پست‌های اینستاگرامش اصرار زیادی داشت که این برنامه واقعیه و هیچ سناریویی از قبل نبوده و همین اصرار خودش میتونه نشون دهنده این ضعف باشه که این یک برنامه فیکه. برنامه توضیح بهتون بدم. سلام خدمت تمام دوستان عزیزی که دارن برنامه رو تماشا میکنن و این برنامه بر اساس واقعیت و احساسات لحظه‌ای همون لحظه است و هیچ گونه سناریویی نداره. یعنی هر اتفاقی که میفته تو همون لحظه اتفاق میفته، فیلم نیستش، ریالیتی شو. اتفاقای عجیبی میفته و کلا خیلی چیزا تغییر میکنه. شخصیت‌های واقعی تو قسمت‌های بعدی مشخص میشه، یه سری چیزا کلا عوض میشه و یه سری آدم‌ها کلا رنگ عوض میکنن. توضیحات بیشتر از این نمیتونم بدم. و یکی از مهمترین سوتی‌های برنامه وجود دوربین توی همه جای ویلاست که با اینکه تمام شرکت کننده ها از این موضوع باخبرن ولی بازم به راحتی تمام حرفاشون رو پشت همدیگه هر جایی میزنن و بعد از پخش شدنش تعجب میکنن. در نهایت دوست دارم نظرتون رو در مورد این موضوع بدونم که به نظرتون عشق ابدی یک برنامه ساختگیه یا واقعی؟ نظرتون رو برام تو کامنت ها بنویسین و یادتون نره ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین تا از جدیدترین حواشی این برنامه باخبر بشین. دوستتون دارم.